در حال حاضر به نظر جدیترین رقیب یا جدیترین دشمن در میدان گروه طالبان و حکومت طالبان احمد مسعود است، با جبهه مقاومت با نام و نشانی که طلایه‌دار آقای احمد شاه مسعود هم هست. عده زیادی هم در کنارشان ایستادند. نظامیان و ماموران حکومتی نظام گذشته هم در کنارشان مثل آقای صالح، آقای بسم الله محمدی و دیگران هم هستند. چقدر برای احمد مسعود به این روند جبهه مقاومت، شاید علاقه نداشته باشه صحبت کنید، اما چقدر برای آنها چانس قائل هستید آقای سفیر؟ من نمیخوام در این باره صحبت زیاد بکنم، همین قدر بگویم که خود آقای احمد مسعود یک جوان وطن دوست و یک چهره خوب هست و من همیشه ایشان وقتی که در مسئولیتم بودم مجالس می داشتم، نمیخوایم که از خاطر صحبت های من کدام مشکلی برشان پیدا شود، اما باید که اشخاص مثل آقای مسعود خود در آینده افغانستان ببینن و طالبا باید کوشش بکنن که با یک تفاهم با اشخاص مثل آقای مسعود صورت بگیرد.